همگی. هلو سلام. بالا سلام. استوریت. درود بانو نازنین. درود به شما، درود به همه‌تون بچه‌ها. خیلی ذوق دارم واقعا. نازنین خیلی خوشگله، قبول نیست. قربونتون. مهشادم خیلی خوشگله. واقعا مهشاد جز خوشگلاییه که من دیدم. خوشگلایی که دیده. واقعا تو جزیره بودی؟ بچه‌ها بذارید برسه از راه. بچه‌ها نه، تو جزیره نبودیم. ما سمت فرودگاه بود. من دیدی همه چی رو میخوام بریزم رو. ما سمت فرودگاه بودیم. یه حالت روستا مانندی بود. میرفتی یه ویلای خیلی بزرگ. ویلاش واقعا بزرگ بود ولی نه اونقدری که توی چیز میبینید، توی تصویر میبینید اونقدر بزرگ نیست ولی بزرگه. من باورتون نشه تیکت گرفتم، من جا موندم. 2 بار دیگه خودم تیکت گرفتن. من رفتم برنامه وارد شدم. بعد یه سری میپرسن که خب چرا اینقدر مثلا مهربونانه و با محبت و اینجور چیزا رفتار میکردی؟ به خاطر اینکه وقتی یکی با روی خوش میاد سمت شما، میاد بغلتون میکنه، اولا که اگه ببینید من صمیمی نبودم. با ستاره؟ آره، اولش که سلام علیکم آخه اولش که اومدی داخل، ببین من اینا رو دارم میگم، یه سری دیتا ها از قبل بهم رسیده. خب که سوالای بچه‌ها بوده که دارم از جانب خودم میپرسم. اولش که وارد برنامه شدی یه سلام علیک خیلی گرم با ستاره کردی. ببین من یه جوری که باهاش رفیقی. من خیلی گرم نکردم، دقت کن. حتی یه خورده سرد باهاش برخورد کردم. حالا اون مهم نیست، اصلا بی خیال این موضوع. من خیلی جاها هواشو داشتم واقعا. خیلی دعواها پشتشو گرفتم، حتی به خاطرش با چند نفر بحثم هم شد، چون اصلا واقعیتش من شخصیت جنگی و دعوایی ندارم، بیشتر فانم و بگو بخندم و اینجوری. فکر کنم رفتی اونجا دیدی ریاکشن اونو دیدی اینجوری بودی که خب شاید تو برنامه داره اینجوری رفتار میکنه. آره گفتم پس منم مثلا رفتار عجیب غریبی نکنم. آره ببین لحظه ورودم بود، میگم یکم با روی خوش میاد سمتت که نمیتونی هولش بدی بزنیش که بغلش میکنی. میگم بعدش هم من پشتشو میگیرم، همش ازش دفاع میکنم، نمیدونم هی میام باش حرف میزنم، دعوا میکنه، یه لیوان آب میدم دستش، میکشمش کنار. ولی وقتی میبینه دیگه من دارم با بچه‌های دیگه گرم میگیرم، مثلا با یه سری بچه‌های دیگه دوست میشم، این باهاشون مشکل داره، از اون سمتم مثلا نشسته بودیم داشت راجع به رابطه اکسش فکر کنم بود، اکسش صحبت میکرد که اکسش دوست دخترش حامله شده بود. یه اکس روس داشت، پسره حامله شده بود. ما تو ضبط بودیم، این داشت راجع به اون حرف میزد. من براشم گفتم که ستاره اینا الان با هم دیگن، ولش کن، حرف نزن، ضبط زشته واسه خودت. تو عشق ابدی داشت راجع به این مسئله حرف میزد. آره تو عشق ابدی داشت راجع به این مسئله حرف میزد. یعنی زیاد براش مهم نبود این چیزا، انگار خیلی چیز آسونی بود. و من گفتم نگو واسه خودت زشته و اینا. براش گفت به تو چه ربطی داره؟ تو چی کار داری؟ تو مثلا مگه بزرگتر من اینجوری میگی؟ اینا گفتم باشه، واسه هیچی نگفتم. یه شب این دعوا شد با پویا. بعد رفتیم اتاق دخترها، من داشتم تختمو جمع میکردم، یهو اومد تو اتاق، برگشت گفت من اینجا دیگه هیچ دوستی ندارم. و من ناراحت شدم، گفتم خب من این همه پشتتو گرفتم، این همه با این بحث کردم، با اون بحث کردم، بعد اومدیم این که پشتت، من اینجا دیگه دوستی ندارم. اونجا هم هیچی نگفتم بهش. رفتم پایین، رعنا داشت غذا درست میکرد برای 10 نفر آدم. من رفتم بغلش، رو منم گارد داشت، شروع کردم باش حرف زدن. رعنا سر سورنا، چون من و سورنا همدیگه رو قبلا از تهران میشناختیم. من یه بار سورنا رو دیده بودم با دوستام، دوست مشترک داشتیم با هم دیگه خیلی وقت پیش، از اونجا میشناختم این سورنا رو. این رعنا سر همین موضوع رو من یه مقدار گارد داشت. من رفتم این موضوع رو براش برطرف کردم که دیگه رو من گارد نداشته باشه، چون روز قبلش هم همون بحثمون میشه، من برام میگم به رعنا میگم من که عاشق شب نیستم، اون هی میگه هیس، من نمیخوام صداتو بشنوم و اینا. بعد رفتم مشکلمون رو حل کردیم، که با هم اوکی شدیم. ستاره بیرون داشت با تلفن صحبت میکرد. من 2 بار 3 بار رفتم صداش کردم. دفعه سوم میتونم بگم چه کلمه‌ای رو گفت؟ آره راحت باش. دفعه سوم برگشت به من گفت من میرینم سر تا پای کسی که یا صدام کنه الان دوباره. اینجوری برگشت به من گفت. من دیگه خیلی بهم برخورد، خیلی ناراحت شدم. شب باورتون نشه بازم هیچی نگفتم. یعنی اشتباه من این بودش که این خانم هر بار میومد به من بی احترامی میکرد، من هیچی نمیگفتم. یعنی شما چت
دیتمونم که برید بخونید، من میگم باشه عزیزم کی میای. شاید باورتون نشه تا قسمت‌های آخر هیچ وقت همچین حرفی بهش نزدم، هیچ وقت از نقطه ضعفاش استفاده نکردم، از رازایی که به من گفته بود استفاده نکردم، چون با هم صحبت میکردیم تلفنی دیگه. آقا من چه اشتباهی کردم؟ اینا رو همه رو نگم وایس تیکه تیکه خب باشه. خیلی هم چقدر عوض شدی از تو برنامه تا الان. من همین استرس رو داشتم، گفتم نکنه برنامه پخش بشه بعد دیگه هیچکی من نشناسه. واقعا خوشقلبه، واقعا خوشقلبه، یعنی انقدر مهربون و خوشوای بود. ما دعوامون میشد پشت صحنه، هی میومد آروممون میکرد، سعی میکرد موجو بخوابونه، میگفت زشته دارید آبروی خودتون رو میبرید، بس کنید. و برای بچه‌ها کلی خوراکی میخرید، مثلا اونایی که سیگار میکشیدن براشون سیگارینا میخرید، باکس می آورد. خیلی به بچه‌ها کمک میکرد، یعنی اگه یکی میخواست یوتیوبش ران کنه بهش کمک میکرد. واقعا به نظر من اونجا واقعا من خیلی دوستش داشتم، خیلی دوستش داشتم. از نظر شخصیتی و اینا همه نظر اوکی بود، واقعا اوکی بود. با کسی من کاری به حاشیه نداشت یا نه؟ با کسی نه، با هیچکی. حتی بعضی وقتا بچه‌ها بی‌ادبی هم بهش میکردن، یعنی شما قسمتایی بعد میبینید ساناز یه جا میپره به خانم قریشی، خب یعنی قشنگ خودشو نگه میداره که نخواد جوابشو بده، خیلی ریلکس آروم سعی میکرد همه چی آروم بکنه. بعد یه چیز دیگه، سر یه سری داستانایی که بوده بالاخره چیزایی که من نمیدونم چه جوریه ها، ولی چیزایی که شنیدم و حالا ویورا گفتن و تو کوئسچن باکس ها بوده و اینا، سر داستانی که ستاره و سحر قریشی داشته، اینا با هم داخل برنامه بد نبودن؟ نه، یعنی ستاره که نمیتونست باش بد باشه، ولی سحر واقعا با روی خوش بود همیشه. پس یعنی مشکلی با هم نداشتن. اتفاقا سر اون موضوعی که برای اون ستاره اتفاق افتاده بود، سحر خیلی چیزش کرده بود، دلاریش داده بود و آرومش هم کرده بود. آره. الان از بین بچه‌های جان بگو. یه حقیقتی بگم. بگو. بینش برادر ماش پستیجه. شوخی می‌کنی؟ خدای منو برنامه؟ آره ماش پستیشه. آخرش یعنی شما میفهمید بچه‌ها، من جلو براتون اسپوری کردم. یعنی کل برنامه از صبح که پا میشد استیج میرفت دستشویی در رو میبست، پستیجش درست میکرد. باید راجع به این کامل صحبت بشه. یعنی خود بچه‌های توی برنامه هم نمیدونستن که موهاش من قصد مسخره کردن ندارم، اما این چیزیه که آخر برنامه خودتون متوجه میشید، ولی نه هیچکی نمیدونه. یعنی شما خودتون اونجا بودید که این آقا رو سرش یه چیزی هست که مثل پستیژه؟ نه معلومه، مگه تو میفهمی الان؟ نه خدایی. خب شما بچه‌ها میفهمیدین پستیژه؟ من یک برنامه تبلیغ پستیژه. آره اشگرم بود دیگه. چه جالب. پس یعنی میرفت توی دستشویی پستیژش رو میذاشت، موهاشو درست میکرد، بعد میومد دیگه. ما که نمیدیدیم ولی آره دیگه. بعد آخر برنامه چی شد که لو رفت که پستیژ ماش؟ پویا گفت. پویا از کجا فهمیده بود؟ ای پویا اونا نمیدونم، ولی یه چیزی بهتون بگم، یکی از بچه‌ها می‌خواست پستیژش هم بکنه بچه‌ها دعوا. آها یعنی شما فهمیده بودین ولی به رو خودتون نمیدونید؟ نه ما نفهمیده بودیم، ما قسمت‌های آخر دیگه فهمیدیم. اون موقع دعوا شده که می‌خواست پستیژو بکنه. همه با هم شروع می‌کنید رقصیدن، دلو دادن به تو جزیره. که دیگه خب این واقعا فقط اون موزیکو میذاشتن شما باش برقصید؟ یه 4-5 تا موزیک چون من هر چی دیدم همون مثلا داشتید با این دلو دادن نه یه 4-5 تا موزیک بود، اون 4-5 تا رو 6 هفته میذاشتن. آها کلا 5 تا موزیک بود، هر روز با همونا باید میرفتن. آره باید هر روز با همونا میرفتن. مثلا یکی از موزیکاش بود. یکی از موزیکاش این آهنگ ترکیه که یه ترند شد چی بود؟ الان تازگی نه اون موقع. یه چیریم چوربای نمیدونم. نه عشقم این خیلی جدیده، قدیمی مال مثلا پارسال. کی سنیک؟ نه اینم جدیده. خب مثلا یه آهنگ ترکیه این شکلی بود، همین آهنگه مثلا یه آهنگ عربی، بعضی وقتا برامون آهنگ پاکستانی میذاشتن. ایرانی نمیذاشتن یعنی؟ ایرانی آها چیزو میذاشتن، زنگ بزن آمبولانس، اینم شوخی میکنی؟ به قرآن. پویا تینا رو گردن نمیگیره، یعنی تینا خیلی خوشش میومد از پویا، خیلی حس داشت به پویا، ولی پویا حس میکنم فقط برای اینکه بخواد با یکی حرف بزنه باهاش حرف میزنه. خودمونم میبینیم زیاد میلی بهش نداشت. تو دیتی هم که میرن هم میبینید، حالا
چجوری حرف میزنن، چه اتفاقایی میفته. این حس فقط از سمت تینا بود نه پویا. یعنی پویا کلا همینجوری با تینا همینجوری منتظر، همینجوری منتظر همینجوری دیگه. منتظر رو که گفتی یه ذره احساس میکنم منظوردار گفتی منتظر، یعنی منتظر کسی بود پویا دیگه. حالا اونش من نمیدونم، اینو شما میدونید، اینو من دیگه اونجا نمیدونم، ولی اینو شماها میدونید، من خبر ندارم. ولی اونجا 90% نه، حالا میگم 50% اونجا همدیگه رو میشناختن، از قبل بسته بودن، هماهنگ کرده بودن. یعنی این خیلی بده واقعا. بیشتر که با رأی مردمیه، یعنی مردم انتخاب میکنن که برنده کیه. 100% واقعا مردم انتخاب میکنن برنده کیه بچه‌ها. ما اینو از اول هم میدونستیم. پس یعنی ثبت میکنن تا آخر که برنامه پخش توی لایو یوتیوب میان چیز میکنن، نظرسنجی میکنن. بله. دخترها دعوا میکردن، میومدی پایین دعوا میکردن، همش دعوا بود. این که میگی غذای درست حسابی بهمون نمیدادن یعنی چی؟ میدونی یعنی چی؟ یعنی برای 16 نفر آدم، من خیلی شکموام، برای 16 نفر آدم 2 تا تیکه فیله کوچیک، یه بسته گوشت چرخ کرده با یه ذره ماکارونی می‌آوردن، میگفتن غذا درست کنید برای شام. هر روز خودمون بعد درست می‌کردیم، یکی می‌خورد یکی نگاه می‌کرد و مثلا سوسیس و کالباس و کره و اینجور چیزا بهمون دادن. بعد شما اعتراض نمی‌کردید که خب آقا ما داخل این برنامه شرکت کردیم، شما چرا انقدر کم دارید غذا برای ما می‌گیرید؟ ناهاری هم که بهمون میدادن، خب چون خودشون مثلا دوست داشتن، ترکا مثلا برنج و نخود میخوردن، سبزیجات میخوردن. باورتون میشه شاید یه بار گوشت خوردیم با نهار؟ یعنی تو کل اون تایم یه بار گوشت. شما قسمت‌های آخر میبینید. خب من اینجا هم تحلیل رفته، لاغر شدم اینجوری، بعد 6-7 کیلو لاغر شدم، یعنی لباس سوتنم زار میزد. مثلا این وضعیت وحشتناکی بود. صبحونه چی؟ صبحونه اگه بیدار میشدی زود میومدی پایین میتونستی بخوری، اگه که نه نمیتونستی زود بخوری باید میومدی تو ضبط. یه تعداد زیادی نمیشد آدم توی آشپزخونه باشه، فقط 1 یا 2 نفر میشد تو آشپزخونه باشه. باید بر خود یه چیز درست میکردی دیگه. اون چه بعد اینجوری بود که بتونی مثلا با خود خوراکی مراکی ببری، حالا اونجا میتونستی سفارش بدی از آبلا، میتونستی سفارش بدی برات خوراکی بیاره. آره سفارش میدادیم بچه‌ها. من از شما خوشم میاد. جا تموم شد. خوشش نمیومد، فقط می‌خواست بمونه تو برنامه. جدی؟ آره. ای کثافت. شب قبلش اومد برگشت بهم گفتش که نه خوشش نیاد، خوشش میومد، ولی شب قبلش اومد برگشت گفتش که بیا با هم دیگه باشیم، یه کاری کنیم که اینا همشون احمقن، یه کاری کنیم که اینا رو ببریم. آره منم نقشه‌شو نقشه براب کردم. اوکی. خب میریم سراغ سوالات و حواشی و جنجال ها و اصل قضیه. میخواستم یه سری سوالا رو جواب بدم. اول از همه بیشترین سوالی که دیدم پرسیدن توی این تایم راجع به سنم بود. سنت که بود. اول سنتو بگو. بچه‌ها سنتو دروغ گفتی؟ من واقعا سنم دروغ نگفتم، ولی بچه‌هایی بودن که اونجا سنشون رو دروغ بگن. یه چند نفری اومدن سنشون رو دروغ گفتن. واسه من مطمئنم واسه همینه که شما همچین فکر می‌کنید. یه توضیحی بهتون بدم. شما میگین که من خیلی سنم بیشتر از اینی که هست میخوره. خب منطقیه، من از 14-15 سالگی دارم کار میکنم بچه‌ها. همه کار فروشنده بودم، مشاور پوست و مو بودم، کار که ربطی به سن نداره. نه گوش بده، مدل بودم، پیج داشتم، پیجر بودم، همه کار کردم. خب دیگه مثلا اومدم دماغم هم عمل کردم این وسط. همه اینا باعث میشه که من با اونی که کلا تو خونه مونده و از خونه در نیومده مطمئنا یکم فرق بکنم. منطقی نیست؟ به نظر فیسی، از نظر اخلاقی، از نظر نحوه صحبت کردن، خب همه اینا هست دیگه. وقتی تو با آدمای زیادی آداب معاشرت میکنی مطمئنا همه اینا فرق میکنه. خب یه چیزی که میخواستم بپرسم راجع به زن و شوهر برنامه است. زن و شوهر برنامه که میگن که آیا ساناز و همایون زن و شوهر بودن یا نه؟ اول اینو جواب بده.
آیا این دو تا زن و شوهرن با هم اینو- دیگه واقعا راسته این چیزایی من که نمیدونم میگن زن و راجبشون؟ شوهرن یا نه. من دیدم یه سری ادیتا رو ازشون توی اینستا در اومده، ولی من خودم به شخص وقتی داخل برنامه بود رفتم چیز رو دیدم، رفتم پیج ساناز، رفتم پایین دیدم یکی از پستای ساناز یکی از آهنگای همایون رو گذاشته رو پستش. یعنی اینو تو برنامه فهمیدین؟ آره اینو تو برنامه فهمیدم، جلو دوربینم میگن. بعد بقیه بچه‌ها اینو میدونن؟ بعد نگفته بودن که ما عقب همدیگر رو میشناختیم. خب نگفته بودن که یعنی ما عقب آشنایت داشته باشیم، چرا باید بیایی مثلا آهنگشون رو بذاری؟ بعد من دیدم که این این پیج‌بوز اومده برای همایون، پژمان فصل 1. آره همایون کامنت گذاشته مال 7 هفته قبل از شروع برنامه بود. کس دیگه هم در جریان این داستان بود؟ جلو دوربین گفتن دیگه، به رنا و بچه‌ها گفتن. سلام و خانم زیبا. سلام سرینج پیتی. چطوری؟ خانم شما روی ایر هستید داخل لایف. سلام کن بچه‌ها. علیکم سلام. چه خبر؟ چیکارا میکنی؟ رنا یه سوال، جانم. تو کی فهمیدی که همایون و ساناز عقب با هم بودن؟ ببین ما که از برنامه در اومدیم خب یکی از دوستام از تهران زنگ زده، خب بعد به هم گفتش که یکی از دختره که میشناسم و سلام علیک دارم با پژمان فابریکه. خب بعد دختره بهش گفته که ساناز و امیر همایون با هم اصلا ازدواج کردن. واقعا ازدواج کردن؟ دختره اینو گفته بود که اینا با هم نام زدن، حالا عروسیشون شده یا که نشده رو نمیدونم، ولی اینو از پژمان شنیده بوده، دوست دختر فابریک پژمان بوده. پژمان بعد فصل 1. منم بهش گفتم من حس میکنم مدرک پیدا من حس میکنم اینا جفتشون پژمان اصلا اینا رو معرفی کرده. اصلا یه چیزی بگم، برنامه معرفی طوری بود، اینو معرفی میکرد، اون اینو معرفی میکرد انگار. نه این برنامه اینجوریه که اون کسی که استخدام میکنه میگه که اگه کسی رو داری معرفی کن، اگه میخوای معرفی کنی اون کسی که معرفی میکنی نباید تو زندگی واقعی شناخته باشی. خب اگه شناخته باشی برای خودت بد میشه. اینا 100% اومدن گفتن معرفی کردن، دروغکی گفتن که ما همو نمیشناسیم، ولی بعد اینکه برنامه پخش شد عکس عروسیشون در اومد دیگه. چیزی عیان‌تر از این که عکسی که مشخص واقعی یا حتی AI نیست. منم دیده بودم واقعیت اون عکس‌ها رو منم تو اینستا دیده بودم. خب دیگه وقتی که مردم اومدن اینا رو کردن و این حقیقت رو دارن با تصویر واقعی نشون میدن، دیگه واسه چی باید ما راجع به یه چیزی بگم، مردم همه چی رو در میارن، همه چی رو در میارن واقعا به نظر من. مردم خودشون شاهد همه چیز هستن. یه سوال دیگه ای که ازش بپرسی اینه که، یعنی همه پرسیدن اینه که میگن سورنا و رنا از قبل بسته بودن با هم دیگه، یعنی از قبل همو میشناختن. خیلی جالبه که اونایی که راجع به من و سورنا حرف میزنن اصلا راجع به ازدواج همایون و ساناز چیزی نمیگن، نظری نمیدن، میگن نبوده، درست نیست و اینا. راجع به فابریک بودن بهادر و نازنین نمیگن، ولی راجع به این عکس هم در اومده مردم هم افشا کردن. ولی راجع به من و سورنا فقط یه سری دارن صحبت میکنن. این صحبت ها میتونه دروغ باشه، چرا واقعا اصلا انقدر به ما میپردازن؟ اگه چیزی ببینید یه چیزی بگم، مردم خیلی زرنگن، اگه واقعا چیزی باشه خیلی سریع پیدا میکنن و منتشرش میکنن به نظر من. نازنین اون موقع که تو وارد ویلا شده بودی، اوایل که ما بحثمون شده بود و من دچار تفاهم شده بودم، این موضوع بودش که من فهمیدم که سورنا همدیگه رو از قبل از تهران میشناختیم. آره درسته. خب تو که سورنا رو چند ساله میشناسی؟ تا به حال منو پیش سورنا دیدی؟ من که سورنا رو کلا یه بار با یکی از دوستام دیده بودم، سلام علیک داشتم، بقیه مثلا تو این مهمونی‌ها و اینجور چیزا از دور می‌دیدمش، نه واقعا ندیده بودم. گفتم یه احدی از اون مهمونی‌ها در بیاد، عکسی ویدیویی از ما نشر بده که ما این دوتا رو با هم گفتم اصلا اینا شعبهشون به هم دیگه نمیخوره، این تهران دبی
این 10 سال ترکیه است. اصلا گفتم شعبهشون من نمیخوره. بچه یه چیزی بگم، چیزی که حقیقت داشته باشه رو من میام بهتون میگم، حتی اگه دوست خودم باشه. چیزی که حقیقت نداشته باشه رو میام بهتون میگم. بعد اینا دارن با دروغاشون خودشون رو سعی میکنن سفید بکنن. به نظرم به حد کافی بهشون پرداختیم، بیشتر از این نپردازیم، چون اینا منفوریت از سرشون گذشته، پی ویو هستن دیگه. من حس مهم نیست براشون که مردم چی رو میکنن چی رو نمیکنن، میخوان از این بحثا فقط ویو بگیرن و تنها چیزی که مردم میتونن بکنن اینه که با نپرداختن به این موضوع ها ویو رو ازشون بگیرن. تمام. آره ولی من حس میکنم این حاشیه‌ای هم که واسه من درست کردن راجع به چی بود؟ من اکس همایونم، اونم خودشون حس کردم درست کردن به خاطر اینکه 100% خودشون شدن یه اکیپ کفتار که با دوستاشون و یه سری پیجایی که ساختن اومدن همش کامنت های منفی میزنن، سعی میکنن ما رو منفور کنن. و یه سوال دیگه میگن که تو الان سینگلی یا نه؟ چه ربطی داره؟ سوالاییه خواستن که بپرسن ازت لایف دارن میپرسن. پرسیدن رعنا سینگل من و الان. سورنا با همین چند روز پیشم به خاطر حرفای بهادر با هم بحثمون شد، ولی هنوز با هم در ارتباطیم، ما از هم هنوز جدا نشدیم. اگه میخوان اینو بشنون و خوشحال شن که ما جدا شدیم، ما هنوز جدا نشدیم از هم دیگه. خب برسیم به سوالای بچه‌ها. سوال چت پرسیده بود دیگه، روم نشد از رعنا بپرسم. چی بود؟ گفتم شاید ناراحت بشه یه ذره چون تهاجمیه. خواستم میپرسم که معیارش برای انتخاب سورنا چی بوده؟ به نظر خودش خوش تیپ بوده. من اینو پرسیده بودم، به نظر خودش از تیپش خوشش اومده بود، چیزی که خودش جواب داده بود. نسبت به بچه‌های اونجا واقعا به نظر خودش خوش تیپ تر. عیناً. مثلا ستاره. خب بچه‌ها من همونجوری که خودتون دیدید بحثمون از چی اصلا شروع شد. حالا من نمیدونم قسمت بعدش آشتی میکنیم یا نه. من قسمت‌های قبل میبینید که پشت این خانومم حتی به خاطرش یه چند جایی به یه سری آدمو میپرم، یه لیوان آب میدم دستش، میام باش حرف میزنم، آرومش میکنم. به من یه بار بی احترامی میکنه، 2 بار بی احترامی میکنه، هی پشت هم بی احترامی میکنه. بعد شروع میکنه چی کار کردن تو برنامه، شروع میکنه میاد میگه که نازنین چیه تو رابطه است. نازنین وقتی وارد برنامه شده تو رابطه بوده. آره بچه‌ها گفتش که نازنین تو رابطه است، یعنی اون موقعی که وارد برنامه شده تو رابطه بوده. خب از کجا این حرف نشأت گرفت؟ خب از اینجایی که من خونه ستاره بودم، خب با یکی از دوستام و دوست دخترش رفته بودیم بیرون ناهار، خب که اسم اون دوستم هم میاد تو چت، یعنی میگم اگه من بهت نگفتم بیای ناهار به خاطر اینکه تو از اون دوست من خوشت نمیاد. خب یعنی اونو نیومد بگه، اون یکی رو اومد بگه. خب اونم میتونستی بگی، من که اون یکی اسم دوستم هم آوردم. خب بعد اون دوست من برگشت گفتش که آقا این شکلیه شخصیتش، تو نمیتونی تحمل کنی، تو برگرد ولش کن. بعد که اینم به من بیادبی کرده بود، من برگشتم وارد برنامه شدم، دیده بود که آقا من با دوستام حرف زدم. من اگه توی چنلم هم باشید دوست خیلی دارم، دوستایی که زن دارن، دوستایی که شوهر دارن، دوست معمولی پسر. آره دوستایی که شوهر دارن، زن و شوهرن. آره بزن رسته کرد جان اینو یادم افتاد که تو یادت وقتی که همه در می اومدن برن، خب هر کی که حذف میشد اون شرکت تهیه کننده هتل میداد بهش، همه اتاقشون مجزا بود. آره چرا وقتی که بهادر و نازنین در میان تو اون هتلی که به همه میدن نمیرن بمونن و میرن یه هتل دیگه میمونن؟ و اینکه اینا گفته بودن یکیمون لندن زندگی میکنه یکیمون گلاسکو، چرا جفتشونم بلیتشون برای یه شهر بود؟ اینو من فهمیدم، اینو من متوجه شدم. یادته بچه‌ها من ترکیم بد نیست، ترکی میفهمم خوب. خب دست و پا شکستم میتونم صحبت بکنم. روز آخر بود ما داشتیم بلیط‌های برگشتمون رو صحبت میکردیم. این زنه این خانم چش آبیه چی بود، همون که برامون بلیط‌ها رو میگیره،
یو برگشت گفت اسمش یادم بلیتتونو برای اونجایی بگیرم که از اونجایی بگیرم که برای جفتتون اومدین با هم، برای برگشتتون هم همونجا رو بگیرم. کجا بود؟ گلاسکو بود فکر کنم، یادم نمیاد کجا بود. گلاسکو بود. آره یعنی میگه اینا از قبل با هم زندگی میکردن، هماهنگ شده بوده، اومدن تو برنامه. یه شهر زندگی میکردن تو رکیب، به ما میگفتن یکیمون گلاسکو یکیمون لندن، که ما بعدن که اینو از برنامه در میان میفهمیم جفتشون هم داخل یه شهر زندگی میکردن. آره. که اینطور اینو من میشنوم، فکر کنم بچه‌ها هم فکر کنم میشنوم، میگم رنایی من میشنوم، بعد میگم همون لحظه میگم که بچه‌ها اینجوری گفت یعنی چی؟ البته که قبلش هم میگم توی کجا هم میگم، توی یکی از چیا میگم، چی میگن، فینالا میگم. باشه عشقم، دست در نکنه، مرسی. زنگ میزنم بعد لایوت. قربونه خدا. خب از این پروسه من چند تا سوال دیگه دارم ازت که خیلی مهمن، بعدش دیگه حالا اگه خودت صحبتی داشتی بکنیم و دیگه. داشتم راجع به دوست پسرم میگفتم مثلا. داشت یعنی صحبت تموم نشده بود؟ نه فکر کنم دستشویی بیای بگی. آره. بعد اینو بهونه میکنه، میگه که من دیدم که تو با یه پسری ویدیو کال کردی اونجا، تو با اون تو رابطه ای توی برنامه. خب بعد من آیدی میگم یادته اسم پسر محمد بود دیگه، آیدیش اینه، برو بهش پیام بده، تو فالوینگام هم هست. خب یعنی بهش میگم برو این کارو بکن آقا، مگه تو نمیگی من تو رابطه بودم با این آقا؟ هیچی، میره این آقا رو پیدا میکنه، بهش هم پیام میده، پیاما رو فرستادم برات. خب میره به این آقا پیام میده، جوابی که میگیره اینه. خب الان ستاره تو ویدیوش راجع به تو صحبت کرده که تو رفتی. من دوست پسر داشتم وارد برنامه شدم، ولی همچین چیزی نبود بچه‌ها. من دوست معمولیم بوده. آره. من دوست معمولیم بوده، داشتم صحبت میکردم. این انقدر خانم وقیحیه، اونم شده پیام داده تو چقدر آقا آدم مسخره هستی که شما اوکی جی اف تو عشق ابدی فاب زده. متوجه نمیشم چی میگی، من پارتنر ندارم. مثلا تو کی نوشته واقعا پارتنر نداری؟ نازنین وقتی اومد تو خونه من با شما دوست نبود، شما براش پول نزدی، شما براش تیکت نگرفتی. اولا اینا به تو چه ربطی داره، هر چی بوده یا نبوده؟ دوما سرت بله خیلی مؤدب. سوما من الان پارتنر ندارم در حال حاضر. دنبال چی؟ این 2 هفته بعد از برنامه بود، یعنی یارو اصلا یادش هم نبود. خب نوشته بله تو ویدیو کالاتون 2 هفته نوشته ویدیو کال با من با نازی خیلی وقت حرف نزدم. بله عزیزم، همون 2 هفته پیش که اومد اینجا که بیاد تو برنامه، حالا اوکی مهم نیست، ولی شما خیلی باید بی غیرت باشی که طرفت الان تو بغل یکی دیگه است، تو رو داره میگه. فکر کنید من که اونجا کاپل شدم یا این برگشت گفت این دوست پسر داره، این اینجوریه اونجوری، اصلا کلا انگار چشم نداشت ببینه یکی با یکی تو رابطه است کلا. خب بعد پسرم جواب داده که هر کی با هر کی صحبت بکنه مگه پارتنره. این از اینجا تموم شد. خب من اومدم توی استوری اینو نشون بده که من رفتم یه 4 ماه ایران، حدود 4 ماه ایران نبودم. بعد از 4 ماه آقا من اسفند برگشتم. شما هم که میدونید انتخاب مردمیه، در نهایت مردم میخوان انتخاب بکنن. یعنی من نمیدونم اگه بیام با کاپلم استوری بذارم، با کاپلم با پارتنرم استوری بذارم بعدن لو نمیره. یعنی من فکر کنم برات فرستادم نفرستادم نمیدونم، بذار الان نگاه میکنم. بچه‌ها این پس یعنی الان شما در حال حاضر تو رابطه؟ بله در حال حاضر تو رابطه‌ام. 28 می تو رابطه با کسی که از داخل برنامه نیست؟ نه داخل برنامه نیست. 28 می چی میتونم نشون بدم؟ 28 می میشه به دوربین نشون داد. 28 می من استوری گذاشتم با دست این آقا نشون دادم پابلیک که من تو رابطه‌ام. خب من اگه ترسی از چیزی داشتم یا دروغی داشتم که نمیومدم این کارو بکنم، اونم با اینکه انتخاب معمولیه، خیلی‌ها حتی مردمیه، خیلی‌ها حتی فقط به خاطر اینکه برنده مسابقه بشن میان الکی با هم تو رابطه باشن. ولی من این کارو مثلا برام اهمیتی نداره که برنده بشی یا نه. داری اعلام می‌کنی که من کاپل دارم و برام مهم نیست اصلا. آره که بخوام گوش بده. تایمی هم که ایران نبودم هم میشه نشون بدی. فوریه. خب من این موقع ایران نبودم، مثلا چند ماه ایران نبودم. 25 فوریه برگشتم ایران، رفتم تو رابطه. یعنی من از اسفند میشه دیگه. آره از اسفند رفتم تو رابطه. بزن چون یه خانومی برای اینکه یه خانوم دورویی برای اینکه ویو بگیره اومد چرت و پرت گفت. میخوام راجع به تینا صحبت کنم. آها عالیه. خب
و اینکه تو در حال حاضر با تینا اوکی هستی یا نه؟ نه اوکی نیست. نه. بعد چرا اوکی نیستم؟ پس اگر اوکی نیستین داستان این عکس رو توضیح بده. آها. مال وقتیه که تینا اومد تولد دوست پسر من مال که 25 فوریه، همون روزی که همون عکس قبلی است. اسم من گفتم دیگه از اسم رفته بودم تو رابطه. من به عنوان یه زن پشت تینا بودم تو برنامه. ببینیم چه اتفاقی افتاد. تینا در ادامه نقش یه قربانی رو برای شما بازی میکنه. یعنی چی؟ میاد یه جوری نشون میده که انگار عاشق پویا بوده، در صورتی که 2 روز بیشتر پویا رو نمیشناخته. میاد نشون میده که عاشق پیشه پویا بوده، واسه پویا میمرده. پویا یه خانومی میاد داخل، با این خانوم وارد رابطه میشه. خب تینا این وسط نقش چی رو بازی میکنه؟ نقش قربانی رو بازی میکنه. بعد وقتی نقش قربانی رو بازی میکنه همه فکر میکنن که خب چه خوب، پویا الان آدم بده یه داستانه، تینا آدم خوبه، دختر مظلومه، نقش قربانی بازی کن. چیکار کنیم؟ پشت دست این خانوم بازی کنیم، بیافتیم پشتش، ازش طرفداری بکنیم، تو دعواها بکشیم جلو، اذیت بکنیم، از این کارا بکنیم. خب که ستاره یکی از همین آدماست. حالا بقیه رو نمیگم، خودتون ببینید، ولی ستاره رو میگم. ستاره یکی از همین آدماست. خب چه اتفاقی میفته؟ شروع میکنن دختر جدیده که اومدن، یه دختر جدید دیگه از دبی میاد. خب این دختر جدیده که اومدن اونم میره تو تیم ستاره و تینا همه برنامه رو اسپول کرد. یعنی امیدوارم که تو قراردادت به مشکل نخوری. مهم نیست، اصلا مهم نیست. میخوام تینا رو چون تقریبا همه چی اسپول کرد. فقط یه چیزی که میخواستم بپرسم اینه که دیدم توی استوریا و اینا تینا و ستاره خیلی با هم رفیقن الان، درست میگم؟ خب با هم دوستن الان، با هم خیلی رفیقن. حالا بهتون بگم آخرش ستاره به تینا نارو میزنه. اینا یه تیمی بوده. آها این چت رو شما ببینید. من اینو برای تینا فرستادم، جوابی که تینا به من داده برای فالوور کم مونده نود بذاره. اینو راجع به ستاره داره میگه. من به تینا گفته بودم چون توی برنامه ولی الان خودش با ستاره اوکی. آره گفتم چون توی برنامه به نارو میزنه، تو اگه باهاش پست و استوری بذاری و بخوای مثلا باهاش در ارتباط باشی، من دیگه باهات در ارتباط نیستم. رفتم من نکشیدم اصلا تینا رو وسط توی مجازی بازش بکنم، اون خودش برای من لایو گرفت چرت و پرت گفت. خب که من الان دارم اینا رو میگم. رفتم بهش پیام دادم که من دیگه نمیخوام با تو در ارتباط بشم، زدم بلاکش کردم از همه جا. ولی الان نیازه که بیام بهتون بگم آقا این خانومی که الان داره اینجوری میگه، اینا هم با هم دیگه مشکل داشتن داخل برنامه، هم اینجوری همدیگه رو دیس میکردن. بچه‌ها یه چیزی بهتون نشون بدم. خب وایس نازنین با انقدر مدرک اومد پیش من امروز، گفت قرار گذاشتم باهاش که آقا بیا قبل لایو بریم با هم صحبت کنیم. گفت باشه من میام، دست پرم میام که به من نگن تو سند و مدرک نداری واسه حرفات، و این مدارکیه که با خودش آورده برای تو لایو. من اینا دیدم اینجوری بودم که چی کار میخوای بکنی؟ نه نبینن چیه دیگه اینقدر زیادن. بهش گفتم ببین اینا رو نکن الان همه منو اسکرین شات صف کن، استفاده کن ازشون. آره استفاده میکنم ولی من اینجام که بگم بچه‌ها حرف هر کسی رو باور نکنید. هر کسی میتونه بیاد به راحتی بهتون دروغ بگه، چرت و پرت بگه، وکیل بگیری 20 تومن. بچه میگم اصلا پشمام ریخت وقتی اینا رو دیدم که با اینا اومده بود. بعد ببین اینا رو گفتم بهش رو نکنه چون دیگه خیلی اسپویله، مثلا مال قسمتاییه که هنوز پخش نشده و اینا، و در آینده پخش میشه احتمالاً خودش بخواد بگه. اینا رو ببینید پشماتون میریزه. بهش گفتم نگو چون قرارداد داری ممکنه مثلا اذیتت بکنن و اینا، تا یه جایی بیا تو لایو بگو که از اون یه جایی که من گفتم بذاره بیشتر گفت. ولی در کل اگه شما بدونید اینا چیه، نصفش فقط اسکرین شات های ستاره است. نازنین میگه که پویا تو برنامه اصلا محل نمیداد به تینا. واقعا نمیداد به تینا. خود تینا چطور؟ تینا چطور؟ نشون بده. نشون بده. اون تو
دوستم که میگه نه من اصلا خوشم نمیاد از طرف، من بهش محل نمیدم. به خدا پدرشم میگفتم اینجوری میشه که تینا که نقش قربانیه، یه 2-3 نفر آدم هم که پشت این خانومه، خب چه اتفاقی براش میفته؟ این یه شب بعد ضبط یهو میبینید اینا 3 تایی حمله میکنن سر خانومی که با پویا دوست شده، میخوان انگار بزننش، کتکش بزنن با داد زیاد. اونجا تیم و تیم کشی بود، یعنی مثلا یه عده با هم تیم میشدن. واضحه. خب بعد ما جداشون میکنیم، اجازه نمیدیم که این اتفاق بیفته. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ این خانم پنیک میکنه، میترسه. خب یه 3 نفر آدم به حمله بکنن میترسی دیگه، نمیترسی؟ بعد چه اتفاقی میفته؟ ما میریم، من خیلی مریض شده بودم، سرمای خیلی بد خورده بودم، دماغم اینجا زخم شده بود، 2 تا قرص سنگین خورده بودم. ما رفتیم بعد از کلی دعوا و داد و بیداد و اینا، خیلی دعواهای زیاد، رفتیم بالا تو اتاق دختر رو بخوابیم. قبلش تینا خودش رو زده بود به قش، مثلا قش کرده، ادای قش کردن رو به نظر من ادا بود، مثلا قش کرده و اینا. چون یه چیزی بهتون بگم، من وقتی من مامانم چون دیابت داره، وقتی دیابتش بالا پایین میشد یا مثلا قش میکرد، من میدیدم چی جوری میشه، بلد بودم آدمو چی جوری به هوش بیارم. خب این روشو بلدم. اونجوری نبود. خب مثلا نشون میداد که من پنیک کردم. اون تموم شد، آقا دکتر اومد و مثلا حالشو خوب کرده اینا. ما رفتیم بالا که بخوابیم. من 2 تا قرص سنگین خورده بودم برای سرماخوردگی. این خانومم ترسیده بود، تخت بغلی من بود. یهو تینا بلند میشه با جیغ و داد زیاد، فلان شده، من فلانت میکنم. بدترین فحشا، یعنی اصلا هر بدترین فحشی که میتونید فکر کنید به خانواده و خود اون طرف داد. خب بعد من هیچی نگفتم، بلند شدم گفتم بس دیگه، بذارید بخوابید. پایین اصلا مقایسه نکن، پایین دعوا میکنیم، بالا تو اتاق موقع خواب ساعت 3 نصف شب داریم دعوا میکنیم، بذارید بخوابیم، خسته شدیم. من اینو نگفتم. اون نفر آدم ستاره و اون یکی خانومه به من حمله کردن، چه فحشایی به من دادن، از کجای خانوادهشون برام مایه گذاشتن، هرچی فحشات براشون در میاد بهم گفتن، می‌خواستن حمله کنن بهم. بچه‌ها جلوشون رو گرفتن. من فقط همینو گفتم. خب من یک کلمه به یکیشون گفتم، فقط گفتم خفه شو چی، یک کلمه همین در مقابل یک کلمه همینو گفتم. خب میگم حالا یک کلمه همین رو برگشتم گفتم. بعد ما رفتیم، من اون خانوم پتومون رو برداشتیم، بعد سردم بود، خیلی سرد بود، رفتیم پایین جلوی تیوی تو سرما گرفتیم خوابیدیم تا صبح. میگه 1000 تومن مثل فصل که آفرین میدونی فصل یکش انگار سال بود. خب مثلا تو اگه علی میومد اونجا 4 تا چرت و پرت میگفت تو میخندیدی حداقل، ولی این فصل همه دارن همو جر میدن. این اصلا چیز خنده‌داری هست، نه هیچی، همه فقط میخوام با هم دعوا کنن و همو جر بدن. واقعا هم همینطور بود. واقعا. خب پشیمونی از این که رفتی تو برنامه؟ مثل چی؟ خیلی پشیمونم. چرا هر کی میاد بیرون برنامه این حرفا میزنن میگه پشیمونم؟ چون خیلی چرا از اول رفتی؟ چون من اصلا فکر نمی‌کردم اینجا، گفتم مثلا فصل 2 نهایتا مثل فصل 1 دیگه. فکر نمی‌کردم اینقدر فاجعه باشه. هر لحظه دعوا داشتیم. باورتون میشه من موهام سکه‌ای ریخت؟ به جون مامانم دارم میگم، موهام سکه‌ای ریخت. اونجا هم میگم من موهام سکه‌ای ریخته. سلام کسرا. یعنی چی موهام سکه‌ای ریخت؟ وسط برنامه موهات سکه‌ای موهام ریخته بود. موهام کنده شده بود. از استرس زیاد. از استرس و حال بدی. هر چیزی که فکر کنید اتفاق افتاد. هر چیز. بدترین چیز. داخل برنامه که ندیدیش البته داخل برنامه. آره من داخل برنامه ندیدم بچه‌ها. سلام. چرا نمیرفتی توی استخر؟ سرد بوده فکر کنم. نه سرد بود. بعد بچه‌ها بگم داخل استخرش انگار کرم افتاده بود. یه حالی بود، به خدا جدی دارم میگم. کلورا ته بود، اینجوری کرم بود توش. انقدری ماجرا پیش میاد که شما ببینید. آها خب الان برنده اعلام شه، اینا بعد دوباره برن استانبول. نه این سینگلی الان نه، بچه‌ها تو رابطه‌ام، من از اسفند فکر کنم باید برن. این همه اتفاقات سناریو پیش نوشته شده. نه بچه‌ها ولی می اومدن بهمون خط بدن. چندشترین آدم ویلا کی بود؟ چندشترین آدم ویلا به نظر من
نیومدن هنوز واقعا. بزرگترین افشاگری این بود که بهادر کچله. خودتون اینو من دوست داشتم یه خورده جنبه فان داشته باشه بچه‌ها. من نمیخواستم مسخرهش کنم، واقعا قصد مسخره کردن نداشتم، چون ادامه ماجرا شما این موضوع رو میفهمیدید. دوست داشتی پرستو صالحی؟ قطعا سحر. این چه سوالیه واقعا سحر. ولی یه چیزی بگم، سحر مناسب فصل ما نبود. چرا؟ خیلی واسه فصل ما خوب بود به نظرم. باید بیشتر برای فصل نه، ولی بچهای فصل ما مثلا یکی مثل پرستو صالحی رو میخواستن. ولی خب سحر موجود آره جوجه کوچولو. آره مرسی که اومدین داخل لایممون، خیلی خوش دوست گذشت. دارم. امیدوارم که لذت برده باشین، تا حدودی تونسته باشیم به سوالاتون جواب بدیم. حالا نازی قراره که خودش چنل یوتیوب بزنه و دیگه البته داره و دیگه ادامه داستانا رو میبره تو چنل خودش. حالا اگه دوست داشتین چنلش هم داشته باشین. بچه آیدی چنلمو توی بیو اینستام گذاشتم. اگه دوست داشتید میتونین از اونجا دیگه ما بقیه داستانا رو خودتون دنبال کنین. خیلی خوش گذشت. خیلی دوستتون دارم. خیلی خوش ماش گذشت. بهتون واقعا. عالی بود. مرسی از شما. مرسی از شما که قربونت دعوتمون رو قبول کردی اومدی. قربونت دیگه شما. تا تونستی هم اسپول کردی. اصلا دیگه تا جایی که قرارداد اصلا اهمیتی نداره. اینا مونده. آقا خیلی خوش گذشت بچه‌ها. ماش بهتون فعلا. شب بخیر. خداحافظ. خداحافظ.